در شهر شرقی خارکیو اوکراین اعتراضگران رو به روسیه در داخل بیناهای مأموری که روز یکشنبه اشغال نموده بودند جایگیر می باشند. مقامات این استانها ابراز داشتند که با اعتراضگران مذاکرات پیش می برند. فعالان رو به روسیه در شهرهای شرقی دنیتسک و لوهانسک اوکراین نیز بیناهای دولتی را تحت تصرف خود قرار دادند. در پایتخت مولداوا فعالان مخالف روسیه در نزد سفارت روسیه در کیشینیو راهپیمایی برپا نمودند. روز 6 اپریل هم در کیشینیو گردهمایی دایر شد و جمع آمدگان شعارهای اینجا کریم نیست را بالا برداشته هشدار دادند که روسیه از هر گونه دسیسه در این کشور خودداری کند. مثل آن روز یکشنبه یک گروه طرفداران مسکو هم در کیشینیوف راهپیمایی کرده بود. در قرقیزستان پرزیدنت المازبک اتنبایف در مراسم یادبود قربانی‌های گردهمایی‌های ضد حکومتی 7 اپریل سال 2010 شرکت ورزید. رئیس جمهور قرقیز و دیگر منصبداران والامقام این کشور در نزد بینای پارلمنت و مجتمع قبرهای 90 قربانی واقع در کنار بیشکک گل گذاشت. اعتراضهای 4 سال پیش باعث شدند که پرزیدنت قورمانبک باقیف از منصب برکنار گشته در کشور بلاروس پناهنده شود. بعد بمبگذاری در خانه خبرنگار تلویزیون اکسپرس تیوی جمشید باغوان، روزنامه‌نگاران در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان اعتراضی دسته‌جمعی تشکیل کردند. بر اثر این عمل باغوان زخمی نبرداشته است. روزنامه‌نگاران از مقامات طلب کردند که حمایت آنها را توسعه بخشند. در پایتخت افغانستان شهر کابل باشد، کمیسیه مستقل انتخابات جلسه بخشیده به ارزیابی شکایت‌های داوطلبان کرسی پرزیدنتی برپا نمود. اعضای کمیسیه میگویند بر پایه عریضه‌های شکایتی در بعضی حوزه‌های انتخابات پرزیدنتی 5 اپریل تقلب جای داشته، در بعضی حوزه‌ها ورقه انتخابی کم بوده است. منصبداران این نهاد ناظر انتخابات وعده دادند که در دوام یک ماه آینده تمام شکایت‌ها را بررسی خواهند کرد. شنونده باشیم و نهایتش تشویش‌های از اینا را با خود داشته باشیم. تحلیل‌ها